خیلیاتون پرسیده بودین که نون سیر روی باگت یا رو خمیر پیتزا. بریم تا به توضیح بدم. نون سیر اصلا روی پیتزا نبوده. توی زمان قدیمی نون بیات بوده که ایتالیایی‌ها اونو جادو کردن. داستان از چه قرار بود؟ از اینکه قدیما وقتی نون بیات میشد اونو با سیر و روغن زیتون و کره خوشمزه میکردن و کنار غذا یا خالی سرو میکردن و میخوردن. کم کم ایتالیایی‌ها این نون جادویی رو پیشرفته کردن و روی خمیر پیتزا به سبک خودشون سرو کردن. بعد اون آمریکایی‌ها از نوع قدیم ایتالیا الهام گرفتن و از روی خمیر پیتزا بردن روی نون باگت. یعنی نون باگت رو بریدن، داخل سیر و روغن زیتون یا کره زدن و برای مشتریاشون سرو کردن. نون سیر فقط یه پیش‌غذا نیست، یه افسانه است از آشپزخونه‌های قدیم ایتالیا تا فست‌فودهای امروزی جهان. هزار تا دلیل برای عاشق شدن بهش هستش. فقط یادتون باشه اگر رفتین ایتالیا هیچ موقع روی نون سیرتون سس نزنید. من هانگرم، عاشق تحقیق کردن در مورد غذاهای عجیب دنیام. با من همراه شو.